شماره امروزی هفته‌نامه سر یک بخش مهمانخانه سر یک انگشته خیلی کوچک ولی پر از رمز و حکمت آن دچار شدم امروز. در آن از جمله ذکر شده است که به اداره روزنامه و اداره هفته‌نامه سر شاعری صاحب نام وارث مهمان شد و گفت که فلان روز 6300 ساله شدم. در این مدت با بزرگان چون زردشت، فردوسی، فلانده در این نواز خیلی زیاد است همنشین بودم و بعد از ویرگو گفته است البته طریقی مجازی و در یک نگاشته کوچک من گفتم رمز حکمتش خیلی زیاد است و در اینجا سرمایه هفته‌نامه ژورنالیست برادر گرامی موسیقی امضا بزرگ دارم. من بیشتر سخن را به شما می‌دهم. در اینجا درباره پهلوهای ایجادی ادبی و ژورنالیستیکی استاد وارث سخن کردند و اما من میخوام در پهلوی درباره مؤدب بودن مخاطب صحبت کنم. از زمانی که من وارث رو میشناسم یک شخصی خاکی، عادی، خاکسار و به حد مؤدب هستند. هرگز صدای بلند شنیدم و من البته میگفتم که یک بار من همین استاد عصبانی بودم و دیدم روز دیدم که استاد گویا عصبانی بودم. من نمیدانستم. گفت که 500 صفحه کتابم از کامپیوتر لغو شد، گم شد. با یک طرز مؤدبانه و گفت عیبی خودم هست، عیبی یکم کس هست. یعنی نفری که 63 سال زندگانی کرده است و در همین 63 سال گناه دیگران را ندیده است، عیبی خود را دیده است. و وقتی که اوچرکوی سفری، اوچرکوی بدهی و لوحه های بدهی استاد وارث بیشتر نشر میگشته و کمتر نشر میگردن، من بسیار میخوام که همین اینجا ژورنالیست های صاحب مکتبی سرمحرران نشستند، انا همون پیشنهادی استاد عمر شیرخان که درباره خودم خود ننویسیم که بنویسد رو باید ما ادامه دهیم. بسیار کار خوب است. یک زمان در سر ما همین رو هم راه اندازی کرده بودیم و همین سفرنامه ها، لوحه های ادبی که استاد بنویسند، اوچرکوی نیمه پورتریتی بسیار خوب هستند. همین حالا یک نفر نمبر کرد که درباره کی نوشته است. من نگاه کردم از همین بزرگان من قربان خورشید را دیر مونده بودیم. این خطا را استاد تو 70 سالگی اصلاح میکنه و ما حتما نشر میکنیم. وقتی که میگن ابو سعید یک بیت میشنود اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن تا 200 هم بر دو لبت چون بخوانی جمیع موریدان را میگویند که میبرایم و شهر دیگر میرویم و صاحبی بیت را میابیم و از لبانش بوسه میستانیم. در یک از سفرنامه‌ای که استاد نوشته بودند و من خوانده بودم یک نکته بسیار عجیب است. میگد که نگردد همچو سر آزاد در باغ جهان هرگیز چون نرگس هر کی او چشمی طمع در سیم و زر بسته. استاد وارث میشنود میگد این از باقی کلابی است و ما باید به زیارت نفر رویم که این را خوانده است و میجویند یک بزرگ کلام رو نمی‌یابند و مردم شوخی میکنند که این را حضرت خیزر گفت رفت. یعنی که با شنیدن یک مصرع، یک بیت وارث و وارثوارها ما هم میمیریم هم زنده میشویم. در تمامی اوچرکوی پورتریتی و لوحه‌ها و رپورتاژهایی که وارث مینویسند اگر شما توجه کرده باشید همه‌شون
با شعر زینت یافته، با بیت‌های نوتکرار برچیده شده و همون بیتی که مردم سالها میدونست و وقتی که عمر تیمور میخوند میگفتن از سامع قدین‌زاده است، اما ما میدونستم که از مقبول در روزیستان. ماه کشور روسی میل مذهبی بکن یا بیا مسلمان شو یا مرا مسلمان. اینجا گفته که درباره عبدالاحد است. عبدالاحد با تخلص عجزی شعر میگفت، دیوان هم داشت. بسیار شاعر خوب هم دارد. ضمناً اون نفرانی که فکر میکنند که شاهان بخارا غیر تاجیک بودن، اون وقت پاسپورت وجود نداشت. هر نفری که برای ملت خود، برای دولت خود، برای یک ملت خدمت میکنند، آن همون تاجیک است. هر روس و چچن و ازبک و کرگیز و قزاق که برای تاجیکستان خدمت کردند، ما که تاریخ SSR رو ورق‌گردان میکنیم، استاد عمر شریفان بسیار می‌نویسن، حتی روس‌هایی که بودن خدمت کردن، اینا تاجیک کردن. یعنی که همون عبدالاحد خان هم تاجیک بودن و شعرهای تاجیکی میگفتن و کتیبه‌های تاجیکی و اشعار ناب تاجیکی اشان حملی گوشی هر یکی ما هست. استاد وارث یکی از ژورنالیستان توانمند هم هستند. شخصا من افتخار میکنم که در دوران زندگانی میکنم که استاد وارث در آن زندگی میکرد. مردم یونان قدیم میگفتند که ما افتخار داریم که در دوران اخیلس و گکتر زندگانی کردیم، دو پهلوان دنیا. من افتخار دارم که در زمان وارث زندگانی کردم. و استاد وارث و چند سمت جهت و تلاش دارند، میل دارند، رغبت دارند و برای ما همین چیزا تلقین کرده ایستادند و حتی در بعضی نگاشته‌شان تحمیل هم میکنند. استاد وارث سیمور ما میخواهند که این حیث یک برند ملی ما معرفی کنند و تا جای کامیاب هم شدند البته و میگویند که درخت باید بود، انسان باید زیست و گرگ را زندگیش، فعالیتش، سمت موجودیتش برای ما شرح و توضیح میدهند و این نزاکت دارد، رمز دارد، حکمت دارد که هر یکی ما باید آن درک کنیم. و زمانی معروضه استاد مرادی، استاد عمر شریفان خطاب کردند که برای ما هم یکان چیز مانید و من با عرض احترام سخن با استاد واگذار میکنم و مطمئنم که چیزی حتما برای گفتن دارد. ما امروز عرض سپاس میکنیم به بختاور کریمزاده که این محفل رو سرپرستی میکنم برابری با بابای حاجی. برای سخنی گفتن نسبت یک نفر، یک دوست، یک علیب، یک همکار دلی بزرگ داشتند. همچنان که من دوامی 1991 تا به اینجا، بخصوص از سال 97 تا اینجا همه مطبوعاتی که امروز در دایره شرقی آزاد و در دیگر نشریه‌هایی که چاپ میشوند در بازار شرق آزاد چرخش میکنند، هر هفته روز پنجشنبه از نظر میگذارم و میبینم که مثلا کی چی میگوید، چی مینویسد. وارث هم در همین میان از روی انصافی، از روی انصاف، از روی برابری یک قسمتی ژورنالیستان یا خبرنگاران کم معروف یا بودیم که کم رکلام میشده گیرد و دایره نظری گرفتن و سخنی چند میگفتن. خب درباره حسن خوب کتاب میگوید. کتاب بسیار خوب چاپ شده است. انا امروز در عالم حروف کتاب نباید حروف کتاب ادبی از شرفت 14 کم باشد. هرچند که حافظ الله خدمتی بزرگ کردن و این یک شرفت بسیار زیبا استفاده بردن. اندازه شرف اگر 13 باشد به اندازه شرفت 14 اریل تاجیکی بسیار هم مانند است. استاد عبدالرؤوف مرادی هم سپاس میکنیم که برابری برادر ما وارث
یک قسمت زیادی همکسبان خود را دائما از مد نظر دور نمودن در صحیفه مطبوعات دعوی مثلا مهربانی میکنند. امروز ما اگر درباره خودمان ننویسیم، درباره خودمان، درباره برادرمان، درباره همکار خود اگر دو جمله که رو یک نیم ورقی اگر ایجاد نکنیم یا که معرفی نکنیم، کسی دیگر ما رو معرفی کردن و مثل خودی ما یا همکاری ما کردن میتوان. نسبت شاعر وارث چون گفتیم مسئله 91 با هم بودیم و بعد اونا برفتن برای ترکستان و من به ندای رنبر و هیچ کس در نظر من گفته نمیتونست که وارث ما در رادیوی ترکستان محرری یک شعبه شور بزرگی ادبی دیگر برای دلی صاف، لحنی شیرین و شیوا، گفتار و نوشتار بسیار خوشرو، شیرین و با دلی بسیار سفید وسیع درباره مطلب یا که دوست درباره یگان اثر برادران ما نزدیکان می‌نویسند و می‌گویند و امروز هم خوشحال به حالشان که امروز برای ما کار میکنند و فعالیت دارند. ما تا چند سال شد که با هم بحث و مناظره میکنیم که وارث بیا غزلات در زیر یک بام جمع بیا و با حروف فارسی و حروف کیریلی برای نفرانی که سرود میخوانند و همچنین یک بسیار آرزو داشتم که استاد وارث تذکیره خود را که در نشاطی شرق آزاد به طبع رسیده بود و بسیار تذکیره زیبایی که مثلا وادی حصار را در بر میگیرد شاعران از عهد قدیم تا به امروز همین را اثر نو کار کرده بودند. برای شما سلامتی بردام آرزو میکنم و خدا میگویم که بالای سر فرزندتان صحت سلامت می‌باشد. کی میگوید که در پیری ثمر نیست، که فیض روزگاران بر هدر نیست، ببارد برف پیری بر سر ما ولی دل را که از پیری خبر نیست. واقعا هم دلی برادری ما را از پیری خبر نیست و ما همه شاهد هستیم و یک انسان نازنین تعبیری دوست داشته خودی استاد وارث است که در وقتی که در معاشرت استفاده میبرند حتما از این نام تصادف میشه، میگن که یک انسان نازنین است و ما امروز همین عباره را به شما منسوب می‌دانیم. واقعا هم یک انسان نازنین است و یک ژورنالیستی هستند که در افکارشان لغزش و تعبیر خودشان وجود ندارد و در یک گویشان گفتند که همان عقلی که نقش روی آب است طوفان پریشان و خراب است، بسوزد چون نماید روی خود را هر آنچه پیش چشم ما حجاب است. و از کم شمار شاعرانی هستند که شعر را با ژورنالیستیکای معاصر توأم کردند و این چیزی که در شعرشان میگن در مقاله‌هایشان، در سفر گفته‌هایشان، در مصاحبه‌هایشان و یک سبک و اسلوبی خاص دارند و امروز ما اهل روزنامه صدای مردم افتخارمندیم که همراه ما کار میکنند، در پهلوی ما هستند، در پیشبرد کار روزنامه است همین مناسب دارند و سینی کمالات بار دیگر با هم تبریک میگویم و برای اونایی که وقت قیمت خودشون در این نداشتند در این محفل حضور پیدا کردند از زبان خود استاد وارث میگویم که رسید بر رفتاری بر دولت دیدار آنگاه کشایی تا خدا از خویشتن راه، خودی را کم مگیر مردی مسافر که رهگم میکنی به یاری آگاه. و کلی یاران آگاهی که به محفل ما آمدن بار دیگر خیر مقدم میگم و با کمال احترام سخن را به سرمحرر روزنامه صدای مردم محترم و خدا اجازه میدم. ما استاد وارث یک مکتب مستقل هستن، برای یک مکتبی هستند که در اونجا هم خودشناسی است و هم مکتب ایجادی است و کمال رساندن شاگردان هستند. در واقع امروز مکتب استاد وارث یک مکتب خیلی بزرگ است، سه شاخه مهم را با هم آورده است. مکتب پوبلیسیستیک است، یک سمت دیگرش نظم است و سمت دیگرش نثر و این چیز با هم توأم است. اما برای ما پیش از همه انسانیت استاد وارث مهم است که در اونجا هم یک انسان خودشناس را می‌بینیم، یک فرد، یک نفر، یک شهروند وطن دوست رو ما احساس می‌کنیم. من سخن را به درازا نمی‌کشم و این محفل برای موفقیت می‌خواهم از آن همکاران از آن خودم. خداوند هیچگاه جنگ ما را پریشان نگرداند. سلامت باشید. برادر گرامی قربان اگر همزاده گفتم که
сухан мо тасмим гирифтем ки идомаи сухан дар сари як пилачаи хоксоронае ки бародари мо созмон додааст ва дар инҷо дар бародари гиромии мо қурбонале рамзода тамоми қурбониён ҳастанд бахтовар сайфуллозода аз муслим абдуллаҳ қурбоҷӣ устод абдулвоҳиди зебар бародари гиромии мо алӣ шуда ҳамаи онҳо метавонанд соатҳо дар бораи устод рӯҳӣ сухан гӯянд вале ба табири дасти мо кӯтоҳ хурмо барнахӯ вале аз ҳама хубаш ман фикр мекунам дар сари як пилача аст ва пеш аз он ки мо сарҷамона чунин тасмим гирем ман сухана ба устод ворис медиҳам хеле мухтасар. من با عرض سلام و یکایک شما استادان و دوستان و همخدمان و همپیشگان عزیز بسیار سپاس و درودی فراوان میکنم که شما در معرفی این کتاب ها شرکت ورزیدید و سخن کردید و با حضورتان این محفل ما را گرم داشتید و از جانب دیگر من خیلی شرمم دارم خیلی شرمم داشتم و خودم را گم کردم که در میان این قدر سخنهایی که شما گفتید من کجا باشم. یک جهان تشکر و یک جهان سپاس برای این شرکت زیبایتان، حضور زیبایتان و البته کار ایجادی بی کمبودی نمی شود. در کار غول هم کمبودی هست. در پرواز سیمرغ کمبودی نیست، اما در پرواز سیمرغی ما کمبودی می شود. اگر این کمبودی های شما نگفتید، اگر شاید می گفتید بهتر بود که من بسیار می خواهم من مثلا آرزوی من همچون یک فرزند ملت تاجیک این است که همین سیمرغ این نماد تاجیکیت ملت ما باشد، چرا که در سیمرغ 4 عنصر مهم هست: زیبایی، دانایی، نیکویی و توانایی. و این مرغ و این مرغی که نیروی خدایی دارد نیاکان ما خلق کردن و من هم با همین امید این کتاب را دو جهان را رو پری سیمرغ نام گذاشتم که شاید رسد روزی که در نشان ما عکسی سیمرغ پیدا شود و ما از این نماد راه فردای خودمون را مشخص کنیم، چون راه فردای ما مشخص است، اما میخواهم که سیمرغوار همیشه پرواز کنیم. من بار دیگر از شما اظهار تشکر و سپاس میکنم از استادان عزیز که زحمت کشیدند، این کتاب ها را خواندند و اینجا صحبت های خیلی جالب کردند و در این فرجام با اظهار تشکر من میخوام از همین حاجی بابا، حاجی نعمت شاه که خودشون هم شاعر هم هستند اظهار تشکر کنم. و امسال 3 کتاب من که چاپ شده است از ساغری دل، عروس دیودره و دو جهان بال و پری سیمرغ است. حاجی بابا سرپرستی کردن، خودشان منم مجبور کردن که تو اگر میخواهی اگر نمیخواهی من کتاب چاپ میکنم. بنابر همین من از حاجی بابا سپاس میکنم و